سلام دوستان، امیدوارم ویدیو قبلی که نحوه کار با کاغذ تک برگ رو بهتون توضیح داده بودیم به دردتون خورده باشه. امروز میخوام کاربن‌های 3 برگ یا همون کاربن حرارتی رو بهتون توضیح بدم. در ادامه ویدیو میتونید نحوه کار با پرینتر و کاغذ رو ببینید. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب بچه‌ها، اولین چیزی که باید بهتون توضیح بدم برگ هاست. توی برگه سه برگی ما یه برگه داریم، یه برگه لایه محافظ داریم، یه برگه کاربنی داریم که موقعی که میخوایم پرینت بگیریم باید این برگه محافظ رو برداریم. درست شد؟ خب پشت برگمون یه دونه کاغذ زرد رنگه که ما نیاز بهش نداریم توی پرینتر حرارتی، پس اونو باید برش داریم. الان از برگه‌ای که ما داریم دو تا برگه مون، یه دونه برگه‌ای که روش باید تر بیفته، یکی هم که کاربنشه. خب موضوع بعدیمون خود پرینتر حرارتی. پرینتر حرارتی چند دستن، یکیش این مدله که خود برگه رو فقط استفاده میکنی، یا به گوشیت وصل میشه یا میتونی به کامپیوتر وصلش کنی. یه مدل دیگه پرینتر حرارتی داریم که باید طرح رو پرینت بگیری و اون پرینت رو بهش بده، اون پرینت رو انتقال میده روی برگای 3 برگی که اون فقط لاین خطوط رو میتونه براتون انجام بده. ولی پرینترهایی که جدید اومدن میتونن هم سایه ها رو هم لاین ها رو براتون انجام بدن. پرینتری که ما الان داریم برند اوزره، کار باش خیلی راحته، میتونید به گوشیتون وصلش کنید و راحت باش کار کنید. کاغذمون رو وقتی که میگیریم میتونید به دستگاه بدید، خود دستگاه کاغذ رو میگیره ازتون. یه این مدل اگر کاغذاتون لبه داشته باشه، مثل این کاغذها اگر یه مقدار لبه داشته باشه پرینتر تو خودش میچرخوندش، پس واسه اینکه توی خود پرینتر نچرخه میتونی در پرینتر رو باز کنی، کاغذت رو تنظیم کنی داخل پرینتر که وسط باشه، درش رو ببندی. به این دو روش میتونی کاغذتون رو توی دستگاه قرار بدید. وقتی که کاغذ رو بذارید چراغ کاغذ سبز میشه پرینتر که کاغذ داخلشه و میتونید با برنامه خود دستگاه بهش وصل بشید. برنامه خود دستگاه رو که دانلود کنید از قسمت‌هایی که گذاشتن برای پرینتش میتونید استفاده کنید. اول ما دستگاهمون رو وصل میشه از طریق بلوتوث. وقتی به دستگاه وصل شده اینجا تیک سبز رو دارید، میاد توی طرحاتون طرحی که میخواید برای مشتریتون بزنید و انتخاب میکنید، میرید مرحله بعد. اینجا شما میتونید توی طرحتون رو توی اندازه‌های مختلف یا حتی چند تا انتخاب کنید، توی اندازه‌های مختلف پرینت بگیرید. حالا ما این طرحی که انتخاب کردیم، این طرح میذاریمش پایین که برای پرینتمون آماده باشه. شما یه سری گزینه ها دارید اینجا توی پرینترتون. معمولا بیشترین گزینه‌ای که به کارتون میاد فیلترهاست که میتونید باهاش از فیلترهای مختلف استفاده کنید. حتی طرحهایی که سایه‌های خیلی زیادی دارن میتونید با این فیلترها سایه‌هاشون رو کم کنید، به حداقل برسونید. حالا ما چون طرحمون زیاد سایه‌ای نداره، بیشترش لاینه، نیازی نیست از فیلتر خاصی استفاده کنید، فقط کافیه که همینو انجام بدید و در نهایت این بالا گزینه پرینتشو میزنید و پرینت میکنه دستگاه برامون. خب بچه‌ها، این پرینتیه که برامون گرفت. همونطور که میبینید خیلی با جزئیات بالا، خیلی لاین‌های ظریف. حالا شما اینو میتونید به راحتی روی بدن انتقالش بدید و راحت کارتو انجام بدید.
حالا توی ویدیو بعدی ما سعی میکنیم نحوه انتقال تر روی بدن هم بهتون توضیح بدیم که چطوری میتونید این تر روی بدن و از چه مایع انتقال تری استفاده کنید که بیشترین موندگاری داشته باشید. پس حتما ویدیو بعدی رو نگاه کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظرتون هم برامون بنویسید.